نو فامیل ما اصلا نورالله برگادری همه قشلاق دپتات همه قشلاق بودیم ما همه خیلی اودیسور شدیم خیلی چی شد همه خیلی نورد اقل دیدیم نو ماشید گفته مردک نورالله اسلمов ساکن دهه پیستمزار ناحیه شمس‌الدین شاهین را نوار صحبتش در شبکه‌های اجتماعی معروف کرد. خوردنی مایدان کلونای ها گفته مردک خیلی انا خیلی تمام دو مون دیگه رفت ای بانوز گفته مردک دبوندای شکرانه پروردگار. این نوار از صحبت او با خبرنگار تلویزیون کلاب درباره پیامدهای آفت طبیعی ماه اپریل سال 2014 در این دهه بود. گفته مردک اینا رومون ایلا کردن گفته اینا با پلاتکا با چی تامین میکنن خیمه های نو تامین میکنن گفته مردک ما از جمهوری تاجیکستان مینداریم که رمضان نصرالدین زاده خبرنگار تلویزیون کلاب این نوار را زمان ثبت کرد که نورالله اسلمov همچون وکیل دهه او را در محل آفت زده همراهی میکرد. اشاره کردیم که صحبت رو شروع میکنیم و اکن نورالله وقتی که ما همین بلنگویی که به نظرش گذاشتیم سوال کردیم در نخست سوال سخن را از گفته مردک شروع کردن. 35 کیلو سپردیم. نورالله اسلمov کاربر فعال اینترنت نیست و از پخش نوار صحبتش دیر آگاه شد. همین چیزا مالکو چی کردن پرفتن اینترنت ما بعدی یا مقاس گفتن که یه نمو در چی بروماده ایدی شنبه ایدگیر اومد که نمیتونه چی اومد. گفته مردک حالا نام مغازه است که صاحبش نورالله اسلمov است. در میان رهگذران که گاه گاه به مغازه او سر میزنند منصبداران و چهره‌های شناخته نیز هستند. ولیشکو ای اوزوری کورون امجا گفتن که مغازین ایلا کردیم ما گفتیم که هم مغازین خونمون مغازین ناو کردیم گفتن که ما همه خیلی شیور می نویسیم گفته مردن ملول نمیشه ما گفتم ما کربون شما میشم که همین نومی ما را شما بشرطی برداشتنی باشین من بردم میچسبونم بشه. نورالله اسلمov را حالا همه با اسم گفته مردک صدا می کنند. جای نامش شنیدن گفته مردک او را آزرده خاطر نمی کند. برعکس او از عباره‌ای که او را به یک چهره شناخته در شبکه‌های اجتماعی تبدیل داد استقبال می کند.